دو تا برادر بودن، یکی در یک جهاد شهید شد، برادر دیگه 1 سال بعد با مرگ طبیعی وفات کرد. حضرت ابو طلحه در خواب دید که اون برادری که 1 سال با مرگ طبیعی بعد وفات کرده از شهید، برادر شهیدش زودتر وارد جنت شد. رفتن پیش رسول پاک علیه السلام گفتن یا رسول الله ما اینطور خوابی دیدیم، یکی شهید شده، یکی 1 سال بعد با مرگ طبیعی وفات کرده، اما اونی که با مرگ طبیعی 1 سال بعد وفات کرده از شهید زودتر وارد جنت شد. رسول پاک علیه السلام فرمود 1 سال بندگی، 1 سال سجده رکوع، 1 سال ربنا، 1 سال ترک معصیت به خاطر الله، دل خون کردن به خاطر الله، اون رو به مقامی رسونده که از شهید هم بالاتر شد. با 1 سال زندگی میتونی گاهی با 1 سال خوب زندگی کردن از شهید هم بالاتر